إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بعد از اینکه بیان تبلیغ انبیاء علیهم السلام و وظیفه خطیر و مهم از را ذکر کرد که عبارت از دعوت بود و رساندن احکام الله تبارک و تعالی برای امتهای گوناگون. در اینجا الله تبارک و تعالی مسئولیت یا وظیفه مؤمنان هم ذکر میکنه که مؤمنان بعد از اینکه از طرف انبیاء علیهم السلام دعوت داده میشه برایشان چی عمل یا انجام بده و خصوصا بعد از اینکه پیغمبر علیه السلام آخری پیغمبر شد و خودی پیغمبر علیه السلام از جهان رحلت کرده مؤمنان چی وظیفه داره. الله تبارک و تعالی در اینجا وظیفه و مسئولیت مؤمنان را پیش میکنه و میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده یاد کنی الله تبارک و تعالی را ذکرا کثیرا، به یاد کردن خیلی زیاد. و سبحوه، پاکی الله تبارک و تعالی را بیان کنی، یعنی نسبت پاکی را به الله تبارک و تعالی بکنی از هر قسم عیب و شرک و عجز و از همه نواقص. بکرتا و اصیلا، صبح و بیگاه. مراد از پیشش تمام اوقات است یا است که صبح و بیگاه دو وقت خیلی مشهور است، از او خاطر وقتی است که باید انسان رجوع به الله تبارک و تعالی بکنه، خصوصا در این حالت نسبت پاکی به الله تبارک و تعالی بکنه. الله تبارک و تعالی امر به مؤمنا به ذکر الله کرده. اول خو مفهوم و مقصد ذکر باید یاد داشته باشیم. در لغت عربی ذکر یاد کردن میگه، اما در حقیقت و واقعیت ذکر عبارت از توجه تمام است، مکمل است از وجود خود به سوی الله تبارک و تعالی. یعنی هرگاه تو وجود خود مکمل متوجه الله تبارک و تعالی بسازی، ای را به نام ذکر یاد میکنه. از او خاطر ذکر شامل ذکر زبان، شامل ذکر قلب و شامل ذکر اعضا ارسیش میشه، چرا که ما در هر مرحله الله تبارک و تعالی باید در یاد ما باشه. این جمع الله تبارک و تعالی امر به ذکر میکنه. علت چیسته؟ الله تبارک و تعالی اشاره به این میکنه که حمله های دشمن خیلی زیاد است او از هر طرف است. تاریکی های جهالت یک طرف، مردم خیلی جاهل می باشه، پرده های غفلت سری نور ایمانشان گسترانده شده، وسوسه های شیطانی از طرف دیگه، و همچنان مردمایی که عناد یا ضد داره، جهالت داره، ای از سوی دیگه. در این طور مواقع نمیشه راه دعوت خیلی زود تاثیر بکنه بالای مردم و در دعوت خود کامیاب شوی. کدام راه را اختیار میکنی؟ الله تبارک و تعالی برات میگه الله را یاد بکو. یکی از جمله صورتهای کامیابی انسان است که الله را زیاد یاد بکنه. یاد کردن الله در تمام ابعاد زندگی، یعنی هر کس تو را ببینه که واقعا به کدام راهی که دعوت میده واقعا که پابند امون راه است و این متاثر از او راه است. از امون خاطر دعوت عملی جنبه خیلی تاثیرناک داره از دعوت قولی کرده. زمانی که یک انسان دعوت میده و در عمل او را مردم ببینه که بله این خود سری از این عمل میکنه، آلی در دل اینمی مدعو، در دل کسی که دعوت داده شده خامخا میشینه که عمل تاثیر داره که آدم خودش هم انجام میده. از او خاطر الله تبارک و تعالی مؤمنان را امر به یاد الله کرد. مراد از یاد الله چی است؟ چه قسم یاد الله را بکنیم؟ در هر صحنه و میدان الله تبارک و تعالی به مو کیفیت یاد میشه که مناسب است. مثلا در مقام گناه اگه از پیش صادر میشه، یاد کردن الله این معنا را داره که تو رجوع بکنی به سوی الله و از این گناه پشیمان شوی، توبه بکنی. اینم یاد الله میگه. اگر الله سرت نعمت کرده، یاد کردن الله این معنا را داره که تو شکرگزاری همین نعمت بکنی و همین نعمت در جای مناسب از پیشش استفاده بکنی. اگر کدام تکلیف و مصیبت سرت میرسه، یاد کردن الله این مفهوم داره که تو از صبر و شکیبایی کار بگیری و ای را بگویی که دنیا زود گذر است و این امتحانات الله تبارک و تعالی است. اگر در مقام نماز هستی، باید نمازت
او رقم عبادت باشه که اخلاص کامل داشته باشی، خشوع و سری تو حاکمیت پیدا کرده باشه و مکمل توجه تا طرف الله تبارک و تعالی بگردانی. اینمی مفهوم یاد کردن الله است. انسان در هر جا اگر در موتر بالا میشی، در اینجا مناسب یاد کردن الله است که این موتر نعمت عظیم الله است که مخلوق پیدا کرد، که این فکر و استعداد برش داد که موتر جور کرد و ما عالی در خیلی پیسه کم مسافه خیلی زیاده در وقت کم طی میکنم. این کلش نعمت الله هست. یعنی هر مرحله زندگی خدا انسان الله را یاد بکنه. لقمه را میگیری در وقت یاد میکنی الله را، بسم الله میگی، اشاره به این میکنی که من قدرت نداشتم که اینمی لقمه را به تنهایی خود جور میکردم ولو که سالام برآمد، لیکن الله تبارک و تعالی مخلوق خود وظیفهش تقسیم کرده، هر کدام وظیفه خود پیش برده، برای ما لقمه تیار شده. اینی را به نام ذکر الله تبارک و تعالی یاد میکنه. هر عبادت دیگه الله تبارک و تعالی جای خاص داره، زمانی خاص داره، کیفیتی خاص داره، مقدار بجز از ذکر الله. ذکر الله وقت نمیخواه، ذکر الله جای نمیخواه، ذکر الله کیفیتی خاص نمیخواه. اگر استاده استی، اگر نشسته استی، اگر خواب استی، در هر جایی که استی و هر وقت که استی، مقدار طلب نداره الله در یادت باشه. باز در ضمن اینمی ذکر امو اذکاری که از پیغمبر علیه السلام نقل شده و انسان در مواقع مختلف که از پیغمبر بر ما رسیده او را ادا میکنی، ایران به نام ذکر الله یاد میکنه و این بهترین ذکر است، چرا که خودی پیغمبر علیه السلام او را انجام داده و تو هم انجام میدی. در غیر از او انسان وقت خود فارغ تیر نکنه. لا اقل اگر در موتر نشسته استی سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، الله اکبر بگو، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ایرا بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ایرا بگو. این اذکار الله تبارک و تعالی است. انسان در هر موقع آدم گفته میتونه. حتی یک آدم در زمین خود بیل میزنه، اگر هر مرتبه بیل در زمین میزنه و سبحان الله میگه، الحمد لله میگه. در تمام اعمال تنها در یک مسئله معماری، امی بعضی مردم امی را عادت کرده بود، امی معمارا که وقت پخسه را مینداختن چی میگفت؟ الله. لیکن یا الله نمیگه، الله میگه، هنوز دیگه غلط میکنه، وگرنه خوب عمل بود، چرا که ام عمل انجام داده میشد، ام یاد الله تبارک و تعالی میشد، ذکر الله تبارک و تعالی میشد. ما شما وقتی در موتر میشینیم، موتر در حقیقت گهواره ذکر الله است. چقدر آدم میتونه که در اونجا تا آمدن در این مسجد چقدر اذکار بخونه، چقدر سبحان الله بگه. باز در بین اذکار خصوصیت و امتیاز کدام ذکر داره؟ او ذکر که دلالت بالای پاکی الله تبارک و تعالی میکنه، مثل سبحان الله، مثل الحمدلله. از همون خاطر سبحان الله نیمی ترازوی را پر میکنه، الحمدلله مکمل ترازوی را. چرا الحمدلله متضمن دو چیز است، هم صفت کمال به الله ثابت میکنی. قاعده است که صفت کمال برای کسی ثابت شود، نقص و عجز هم مگی از بین چی میشه؟ میروه. از او خاطر او پله ترازوی را مکمل پر میکنه. البته مراد از اذکاری که معهود است، معلوم است در شریعت. اذکار از خود ساخته نمیشه که ما از خود بسازیم لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو. این اذکاری بدعتی است، این اذکاری است که مردم از سینه خود جور میکنه. این ذکر نیست. یا کلمه طیبه را مردم تکرار میکنه، امرای محمد رسول الله، او را ذکر گفته نمیتونیم، تنها لا اله الا الله ذکر است. اذکار و نموره میگه که در شریعت بر ما آمده، طریقیش و همچنان گفتنش نقل شده باشه، اونو را به نام ذکر یاد میکنه. الله تبارک و تعالی در اینجا مؤمنا را به این امر کرد که شما ذکر الله را زیاد بکنه. از همون خاطر در یک حدیث میاد از پیغمبر علیه السلام سوال شد که بهترین عمل کدام است؟ پیغمبر علیه السلام میگه ذکر الله تبارک و تعالی. حتی از جهاد فی سبیل الله کردم ذکر الله چی است؟ بهتر است. چرا اینجا از جهاد؟ به خاطر که جهاد یک شعبه از ذکر الله است، او ذکر الله یک شعبه عمومی است که کل زندگی تا فرا گرفته. در حالت خواب رفتن، بیدار شدن، نان خوردن، آب خوردن، بازار داخل شدن، خانه داخل شدن، حتی در تشناب داخل شدن هم الله در یادت است. از همون خاطر در وقت داخل شدن اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میگی و بعد از این که میبرای الحمدلله الذی اذهب عن الاذى وعافانی. الله تبارک و تعالی چقدر احسان سری تو کرده. اینمی است که انسان مکمل عمرش در یاد الله تبارک و تعالی تیر میشه و اینمی خود یکی از جمله وسایل است
یکی از جمله عواملی است که آل دعوت تو تاثیرگذار است و کسی بر تو گزند رسانده نمیتونه. اینی وظیفه مسلمان است. و سبحوه بکرتن، شما صبح هم پاکی الله را بیان کنی و اسیلا بیگام. مراد از بکره صبح میگه، اسیلا بعد از دیگر تا شام ایره به نام بیگا یاد میکنه. خب لیکن مراد در اینجا تنها صبح و بیگا نیست، همه اوقات است. خب چون که تمام روز به انسان مسلم معلوم میشه که چیزی تعلق به صبح داره و چیزی تعلق به بیگا داره. از او خاطر الله اینطور یاد کرده هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اینجا بشارت بزرگ یا نوید بزرگ برای چیسته؟ برای مسلمان است. الله تبارک و تعالی در اینجا مرتبه مؤمنان را ذکر میکنه که کسی که همیشه دائم در یاد الله است، الله هم در یاد ازی است. الله هم رحمت خاص خدا شامل حالش میسازه. چرا که الله در اینجا میگه هو الذی، الله ذاتی است یصلی، که به طریق دوام رحمت میفرسته. یصلی مانا الله تبارک و تعالی یادت میکنه به رحمت خیش، که تو ذکر الله را میکنی الله هم تو از رحمت خیش محروم نمیسازه. و ملائکته، و ملائکه از هم بری تو رحمت میفرسته، از تو را تایید میکنه، با تو کمک میکنه. دعوتگر به ذکر الله خیلی نیاز داره. چرا؟ به خاطر که رحمت الله از این قطع نشوه و ملائکه الله که امدادش است و هم قطع ازی باشه. این زمان میشه که دعوتگر در ذکر الله اول نمره باشه، در نماز خود، در عبادات خود، در اذکار خود، در همه گپا. انسان باید این گپا را یاد داشته باشه. او وقت باز است که الله تایید الله قطعش است، ملائکه الله روان میکنه، امداد ازی را میکنه. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. الله وقتی که انسان به طریق استمرار یاد الله را میکنه، الله تبارک و تعالی انسان در حالت جهالت و تاریکی نمیگذاره، در بدعت و شرک نمیگذاره. الله آلی راههای حق برات روشن میسازه، خود به خود تو راه حق پیدا میکنی. چرا؟ به خاطر که تو در ذکر الله است، الله در یادت است، الله را میشناسی، پشت ازی میگردی که الله کدام ذات است. از امو خاطر است از کاری که مردم در بعض خانه ها میکنه از خود ساخته است، از و نور و بصیرت پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطری که الله را نمیشناسن. ذکری که الله مشروع کرده او را نمیشناسه، از پیغمبر که نقل شده او را نمیشناسه. از امو خاطر از تاریکی ها نمیبره، یا در بدعت مبتلا است، یا در شرک مبتلا است نعوذ بالله، یا در افراط و زیاده روی و یا در تفرید مبتلا است. قرآن کریم خو میگه که ذکر الله موجب عزیز که الله تبارک و تعالی تو را از تاریکی ها میکشه و رحمت الله و ملائکه آمدن هم به می خاطر است. لیخرجکم، که شما را بکشه، من الظلمات، از تاریکی ها، تاریکی بدعت، تاریکی شرک، تاریکی جهل نادانی، الی النور، بسوی روشنی توحید الله، روشنی سنت رسول الله، روشنی علم. و کان بالمؤمنین رحیما، هست الله تبارک و تعالی بر مؤمنا رحیم و رحم کننده، زیاد مهربان است. چه قسم زیاد مهربان است؟ توی الله را یاد میکنی، الله مسلسل رحمت خود شامل حالت میکنه و ملائکه برای تایید روان میکنه و الله راه و وسیله را برای بیرون برآمدن بر روشنی الله برات مساعد میکنه. هر انسانی که جستجو و تلاش اینمی از ذکر الله را میکنه، حتما الله قطعش یاری و امداد میکنه. تحیتهم یوم یلقونه سلام. تحیتهم پیشکشی از یا سوغاتی از یا کلمات ملاقاتی از در روزی که روبرو میشن به الله تبارک و تعالی سلام است. السلام علیکم، سلام علیکم. الله تبارک و تعالی به مؤمنان سلام میگه و مؤمنان سلام میگه. و عد لهم اجرا کریما، آماده ساخت الله برای اینطور مؤمنا اجر خیلی شایسته و خیلی عزتمنده. کریم امو اجر مفسرین میگه که به محنت و به تکلیف و به اعزاز و عزتمندی حاصل شود، لیکن نه، کریم مفهوم خیلی وسیع داره. یعنی اجری که واقعا اجنوا سختی دو نباشه، ملالت و تنگی دو نباشه، خوشگوار باشه، دائمی باشه و اجری باشه که واقعا همه ضرورت انسان تکمیل کرده بتانه. مفهوم کریم امی کلی ازی را شامل میشه. چرا؟ به خاطر که مراد ازی امو نعمت و اجر جنت است و اجر جنت دارنده مزایای خیلی زیاد است. یا ایها النبی انا ارسلناک، آلی الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه السلام خطاب میکنه. 5 صفت در 2 آیت اول از پیغمبر علیه السلام بیان میکنه و 2 آیت دیگیش وظیفه و کاری پیغمبر علیه السلام الله تشریح میکنه. صفت پیغمبر چیست؟ الله خو به کمال اعزاز آواز میده به پیغمبر که یا ایها النبی، ای پیغمبر. اشاره به این میکنه که مسئولیت تو خبر دادن حکم الله است به مردم پیام مرا میرسانی. انا ارسلناک، یقینا ما روان کردیم تو را.
نمیگه که انا اوجدناک، انا انشأناک، انا زرعناک، انا خلقناک. نمیگه. الله تبارک و تعالی در اینجا نمیگه که ما تو را پیدا کردیم، بلکه میگه انا ارسلناک. رسالت پیغمبر موجب نعمت است، ولادت پیغمبر موجب نعمت نیست. ولادت پیغمبر 40 سال پیغمبر موجود بود، سخنش قابل اعتبار نبود و نه کسی از او اطاعت میکرد و نه اطاعت از او سر کسی واجب بود. این بدبختای امروزی که بدعات رواج کرده رایسته و علم نداره بیچاره، از رسانه ها و از رادیوها مردم گل زده با احادیث موضوعی تقدیم میکنه که اینی قدر ثواب داره. این بدبختا تهمت ناحق در شان پیغمبر بسته میکنه، دروغی بزرگ در شان پیغمبر میگه، نعوذ بالله. نمیدانه که الله پیغمبر علیه السلام نعمتش در کدام لحظه عمرش است. قرآن اینجا برای ما میگه انا ارسلناک، ما روان کردیم تو را. روان کردن نعمت است، به خاطری که تاریکی ها بعد از روان کردن پیغمبر و پیغمبری تاریکی ها از بین رفته. از او خاطر الله میگه ما روان کردیم تو را شاهدن. اول صفت پیغمبر علیه السلام شاهد است. شاهد دو مطلب داره. یک مطلبش است که بالای امت خود شاهد استی بر رسالت و تبلیغ. تو شاهد گواستی که احکام و پیام الله را به امت رسانیدی، یا شاهد استی بالای حقانیت دعوت های انبیاء علیهم السلام که در پیش در طول تاریخ انجامیده. چرا با آوردن قرآن کریم برای ما این آگاهی حاصل شد که انبیاء علیهم السلام مسئولیت خود ادا کرده در برابر امت خود. از همون خاطر است که در روز قیامت وقتی که از انبیاء علیهم السلام الله سوال میکنه که مسئولیت تان رسانیدی و میگه بله، شاهد طلب میکنه، شاهد امت پیغمبر علیه السلام میشه. از او خاطر یا شاهد هستند. پیغمبر علیه السلام تزکیه شهادت امی امت خدا میکنه. دوم معنای شاهد، تو بیان کننده هستی، شاهدن. او این معنا راجح هم است. چی معنا؟ پیغمبر تو شاهد هستی، تو بیان کننده هستی. پیغمبر تو شاهد هستی، وجودی تو شاهد است بالای صداقت نبوتت، اخلاق تو، برنامه سازنده تو، حرکت تو، صفتای کمال تو، خودش گواه بالای صدق نبوت توست. از همون خاطر سوابق پیغمبر علیه السلام امی مردم میدانستند، حالات فعلی را سابقه را میدانستند و انقلاب عظیمی که در زندگیشان پیدا شد و تمام اخلاق پیغمبر علیه السلام که خود مشاهده کردن، کلش دلایل بالای چی بوده؟ صداقت پیغمبر بوده. از خاطر الله میگه تو را روان کردیم شاهد هستی، بیان کننده هستی. وظیفه و مسئولیتش فقط بیان احکام الله و مبشرا، کسانی که امی دعوت میپذیره، کسانی که با پیغمبر راه میروه، برای از یا بشارت دهنده استی. چی چیزا؟ ثوابای بزرگ روز قیامت. در آخرت الله تبارک و تعالی به همچون مردم ها ثوابای بزرگ بده. تو بشارت میدی به کامیابی، تو بشارت میدی به سعادت و نیکبختی. کسانی که با پیغمبر میپیونده، اینمی خوشخبری ها را پیغمبر برای امی امت میده. و نذیرا، بیم دهنده استی به کمال شفقت و دلسوزی. پیغمبر قطعی کسی دشمنی ذاتی نداره. هر کسی که رای غلط و رای مخالفت در پیش میره، او را بیم میده از عذاب الله که در آخرت است، از ناکامیشان بیم میده، از اینکه بدبخت میشن از این برشان بیم میده. و داعیا الی الله، یک صفت شاهد شد، دوم مبشر شد، سوم نذیر شد. و داعیا الی الله باذنه، و دعوت کننده است به سوی الله. چقدر نکته جالب است. وظیفه پیغمبر دعوت به سوی الله است. دعوت به سوی تنظیم نیست، دعوت به سوی قوم نیست، دعوت به سوی منطقه نیست، دعوت به سوی یک هدف شخصی نیست. مثل که آل گروه ها پیدا میشه، دعوت به سوی تنظیم میده، کسی دعوت به قوم میده، کسی دعوت به سوی برآورده شدن یک مقصد میده. اعتصاب غذایی میکنه که تا در پارلمان برسیم، در وزارت برسیم. اینطوری دعوت ها هیچ وقت مؤثر نیست، هیچ وقت سازنده نیست، هیچ وقت در هدف خودگاهی وقت برسه یا نرسه. دعوت اونموسته که به سوی الله تبارک و تعالی. ما دعوت به سوی احترام شخص خود نکو که اینطور است یا مدح تو را مردم بکنه، بس به سوی الله دعوت بده. بس فرمان الله است، کتاب الله را برش پیش کو، حدیث پیغمبر را برش پیش کو، بگو دعوت ما طرفی نمیسته. ما دعوت به سوی قبول کردن آرای یا فکر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دعوت نمیدیم، امام شافعی رحمت الله علیه دعوت نمیدیم، احمد ابن حنبل رحمت الله دعوت نمیدیم، امام مالک رحمت الله علیه دعوت نمیدیم. دعوت ما به سوی الله تبارک و تعالی است. بس چیزی که الله بیان کرده، الله بر ما فرمان داده، اون را بپذیریم، بعد اونمو را ما تعقیب بکنیم. ولی با تاسف امروز چرا علمای بزرگ ما همین نقطه را نمیفهمه؟
بلکه علیه ما اتهام وارد میکنه که یا علما را توهین میکنه، علما را قبول نداره. ما به سر و چشم قبول داریم، خود دعوت ما به سوی الله است، به سوی مذهب نیست که این مذهب بعد کلگی سرش عمل بکنه. میگیم نه، گپی هر کس که حق است و موافق دستور پیغمبر است اونمو را باید عمل بکنیم. تقلید اینطور میکنه، بله تقلید کورکورانه که گپش مخالف حدیث پیغمبر باشه هیچ کسی هم نمیپذیره، خودت نمیپذیری، یکی خود پابند یک نظریه میدانی لیکن قابل پذیرش نیست. دعوت به سوی الله است. پشت سرش الله میگه به اذنه، به فرمان الله. چرا الله قید قطش میگذاره که به فرمان و حکم الله تبارک و تعالی؟ تمام مسائل به حکم الله است، لیکن دعوت راه خیلی مشکل است، بسیار تکالیف و مشقت‌های زیاد داره. از همون خاطر تا که تایید الله قطعت نباشه، تا که الله تبارک و تعالی رحمش قطعت نباشه، توفیقش قطعت نباشه، این راه دعوت تو پیش بردن نمیتونی. قرآن کریم در اینجا اشاره میکنه که دعوتگر باید بدانه که برای ما مسیرم آسان نیست، مشکلات های متنوع قرار داره. خو این نکته هم در گوشت بگی که اذن الله هست، فرمان الله هست، الله تاییدت میکنه، توفیقت میده. اینطور نیست که تو چیستا تنها بمانی و راهت الله کامیاب نسازه. شرط نیست که دعوتت به سوی الله باشه، به این نباشه که مردم تو را احترام بکنه یا مدحت بکنه، این گپ نباشه. و سراجا منیرا، صفت دیگه پیغمبر علیه السلام پنجم صفتش سراج منیر است، چراغ فروزان، چراغی که درخشنده است، نورافشان است، چراغ نورافشان است. چرا چراغ نورافشان برش میگیم؟ معجزات پیغمبر علیه السلام، دلایل صداقت نبوت پیغمبر علیه السلام، نشانه های صداقت پیغمبر علیه السلام، کلش واقعا روشن کننده است. از همون خاطر مردم به چشم سر مشاهده کردند که دعوت پیغمبر چه روشنی در این جامعه تاریک چی کرد؟ گستران. دعوت پیغمبر چه ظلم ها را از بین برد، دعوت پیغمبر چه رسومات باطل از بین برد. ندیدیم توسط خودی پیغمبر رسومات غلط و باطل از بین نرفت؟ دعوت پیغمبر مردم چقدر بیدار کرد، دعوت پیغمبر مردم چقدر از اسارت و از بدبختی خلاص کرد، دعوت پیغمبر پراگندگی ها را چطور از بین برد و کلگی را به یک خط واحد سوق داد. اینی دعوت پیغمبر است. این میگه چراغ چی؟ منیر. وجودی پیغمبر علیه السلام و دعوتش چراغ منیر بود. مردم یک دم به چشم سر مشاهده کردند که بله اینطوری دعوت آدم نپذیره. بالکل. از او خاطری را سراج منیر میگه. پیغمبر علیه السلام وجودش چراغ است، درخشنده است. در هر طرفی که حرکت کرده پیغمبر به جز از روشنی علم، به جز از بیداری، به جز از وحدت، به جز از صمیمیت و محبت دیگه چیزا نه آورده. همه بدبختی ها مکمل مزمحل شده، از بین رفته. از او خاطر الله صفتش بیان میکنه. خو شخصیتی که همینطور باشه، شخصیتی که همینطور باشه که وجودش چراغ است، روشنی داده، هیچ طور در تاریکی نگذاشته. چرا ما طرفی تاریکی روان هستیم؟ باید امین روشنی پیغمبر به خود حاصل کنیم، پشتش بگردیم که پیغمبر چه رقم در مسجد داخل شد، پیغمبر چی عمل داشت، چه قسم داخل شد، کدام دعا را گفت، اول کدام عمل انجام داد، احترام مسجد چه رقم کرد، با مردم چطور رویه میکرد. ما تو پشتش بگردیم. دعوای محبت پیغمبر به شعله پخته کردن میکنی. دعوای محبت پیغمبر به این میشه که در هر قدم زندگیت نمونه زندگی پیغمبر مشاهده شود، شکل زندگی پیغمبر نمایان شود. اونو وقت تو دعوای محبت پیغمبر میتونی. ما در مسجد داخل میشم، به کدام طریقه داخل شم، پیغمبر کدام کلمات گفته بود، مأمور میگم اول کدام عمل انجام داده بود. اینا باید بدانیم. تو تا این حالت نمازت مثل نماز پیغمبر نیست، دعوای محبت میکنی. این غلط گپ است. چرا؟ پیغمبر خو سراج منیر است، چیز تاریک نگذاشته، پنهان در کدام گوشه نمانده، مکمل درخشیده، واضح و عیان شده. از صفت پیغمبر برات معلوم میشه. خب پیغمبر چی میکنه، چی وظیفه داره؟ حالی اگر تو دعوای محبت داری، این برنامه جامع میگه. برنامه جامع دعوتگر این میسته. چطور شروع میکنی؟ اول و بشر المؤمنین، خوشخبری بده ای پیغمبر علیه السلام. چرا که تو اونجا مبشر بودی، که مبشر بودی، بشارت بده، خوشخبری بده مؤمنا را. با چه چیز خوشخبری بده؟ بان لهم من الله فضلا کریما کبیرا،
که به تحقیق برای مؤمنا من الله از جانب الله تبارک و تعالی فضلا احسان است کبیرا خیلی بزرگ. عملی تو در یک وقتی کم انجام داده شده، عملم خیلی کم است، اما پاداش ازی، نتیجه ازی الله تبارک و تعالی آنقدر بزرگ می سازه که هیچ گفته نمیشه. یک عملی تو را الله چقدر کلان میکنه. خب به شرطی که تو مؤمن این عملی تا قسم عمل جور بکنی. کدام عمل؟ عملی که صدقه جاریه باشه، عملی که آینده داشته باشه، عملی که یک کس تو عقیده توحید برش تعلیم بده، او به اولاد خود، او به شاگرد خود، شاگردش به شاگرد، اولاد به اولاد، اولاد به اولاد، همین نسل تا قیامت توسط نمی عقیده میره. این میگه عمل. این میگه عمل. عمل ایره نمیگه که بدعت ایجاد کو مردم فقط ای تلقین کو که او مردم هر قدر گناهگار که هستی فقط یک روپه را در میلاد پیغمبر مصرف کنی با ابوبکر رضی الله عنه در جنت هستی. باز خود دعوت به سوی الحاد و کفر است، نعوذ بالله. دعوت به سوی ترک عمل است که عمل نکنه، دین دیگه نه، فقط یک روز میلاد یک روپه را مصرف کنی. همینطور است در تلویزیون همین روز همین بدبختایی که علم نداره میگه پارا نمیزنه، مردم به می سوق نمیده.